سلام دوستان گرامی. اینک ما امروز اوید به نیو فیچر های سی شارپ 13 کار می‌کنیم. سلام خودم رو شناس نمایم. من سنجر احمدی سافت انجینیر در کمپانی سیلکراد پروفشنال میباشم. اوکی، پیش از آغاز نمودن بس با یک سوال با شما مراجعت می‌نمایم. کیم سی شارپ می‌داند؟ چند کس؟ زیر. اوکی. چقدر که می‌دانیم با برابری شدن دات نت نو ورژن آخرین سی شارپ نیز به استفاده برآورده شد که یک چند فیچرهای نو را در خود دارد و ما امروز یک چند تای آنها را دیده می‌بینیم که درباره پرانس کالکشنز، متدهای ناوی لینک، کیورد فیلد و تیپی ناوی لاگ، درباره partial properties و اتریبوت overload resolution priority میباشد. اوکی، آغاز نمودیم. پرانس کالکشنز. پرانس خودش چیست؟ پرانس این مدیفایر میباشد که به ما امکان میدهد که متد ما مقدار گوناگونی آرگومنت ها را قبول کرده تواند. چقدر که میدانیم پیش از سی شارپ 13 کیورد پرانس تنها الی ها را سپورت میکرد و اکنون باشد در سی شارپ 13 ما میتوانیم پرام را با هر گونه کالکشن هایی که از انومربل ایمپلمنت نموده است استفاده بده توانیم. به مثال ما با کیورد پرام الی ها انومربل ریال اسپان و دیل ها تیپی تیل را استفاده بده میتوانیم. چقدر که دیده استایتون در اکران یک چند متد ها آورده شدند. ما کیورد پرام را با انومربل ریال اسپان و غیره ها استفاده بده استادیم و اکنون استفاده بده این متد ها چنین می باشد. همه این کیورد پرام به ما امکان می دهد که ما به متد یگان کانکریت تیپی کالکشن را پس نماییم. به مانند مثال یکم در اینجا من متد را کال کرده به آن الی پس کرده استادم و در مثال دویم باشد من رقم ها را همچون آرگومنت پس کرده استادم، لیکن متد من با پرام فقط تیپی الی را قبول میکرد. این چه میشد؟ این در لو لیول سی شارپ به مانند زیرین کانورت میشد. یعنی که اون کالکشنی که متد داشت کالکشن لو لیول سی شارپ اندر اینیشیالایز میشد و آرگومنت ها پس کرده میشوند. و همه این کیورد پرام فقط برای سیمپلیفای کردن سینتاکسیس و ما برای آسان استفاده بردن متد در وقت کردن استفاده برده می شود. و در این سلاید باشد ما با متد های ناوی لینک شناس می شویم که در سی شارپ 13 متد کاونت بای، اگریگیت بای و ایندکس برآورده شدند که به ما امکان می دهد که یک چند اپریشن ها را با آسانی حساب نماییم. به مثال فرض میکنیم در ما کالکشن امپلویز موجود است که کالکشن از نیم، دیپارتمنت و سالری عبارت می باشد و اکنون به ما لازم آمد که یک چند اپریشن ها را با کالکشن خود اجرا نماییم. به مثال زیرین نگریم در اینجا ما کاونت دیپارتمنت ها را حساب نموده استادیم. اکنون برای کاونت دیپارتمنت ها را یافتن ما چیکار میکنیم؟ ما با دیپارتمنت الیمنت های کالکشن را گروپ بای نموده از اون دیکشنری ساخته و کاونت همون گروپ را یافتن ما لازم است که در نتیجه ما مقدار دیپارتمنت ها را با کاونت اون حساب نموده میتوانیم. چقدر که میبینید در اینجا یک چند اپریشن ها را اجرا نموده استادیم به مانند گروپ بای تو دیکشنری و کاونت آف گروپ و اکنون در سی شارپ 13 باشد متد کاونت بای اینترودوس شد که این یک چند عملهای در بالا آورده شده را سیمپلیفای میکند. یعنی که متد کاونت بای الیمنت های کالکشن را با یگان کی گروپ بای نموده کاونت همان گروپ را به ما میدهد. یعنی که مثال در بالا آورده شده و در پایان آورده شده به یکدیگر اکویوالنت میباشند. و اکنون اگر به ما لازم آید که همه توتال سالری های دیپارتمنت را حساب نماییم و در این حالت ما الیمنت های کالکشن را با دیپارتمنت گروپ بای نموده و در هر یک گروپ سالری امپلویر را حساب کردن ما لازم است.
و چخیلی که میبینیم در اینجا یکچند اپلیکیشن ها شده استفاده است و متدی نوی که با ما لینک پیشکش نمود متدی اگریگیت بای میباشد که یک چند اپلیکیشن های در بالا آورده شده رو آسان نموده استفاده است. یعنی که اگریگیت بای الیمنت های کلکشن رو با دپارتمنت گروپ نموده و اکشنی که در اینجا آورده شده است به هر یک گروپ اپلای می نماید و خیلی که میبینید پیش ما یک چند اپلیکیشن ها رو در اینجا حساب نموده استفاده و اکنون در سی شارپ 13 با فقط استفاده بودن اگریگیت بای ما این کار رو با آسانی کرده استفاده و متد آخرین این متد ایندکس می باشد که در بعض سیناری ها به ما لازم می آید که الیمنت های کلکشن رو با ایندکسش گرفتن لازم می شود و در این حالت ما سلکتر رو استفاده می بودیم که نمودی چنین رو دارد و اکنون در ما لینک متد ایندکس رو پیشنهاد نمود که این به ما الیمنت های همون کلکشن رو با ایندکسش برمیگرداند. اوکی. Next. کیورد فیلد. خیلی که به همه معلوم است در سی شارپ 13 کیورد فیلد اینترودوس شد که این به ما امکان میدهد که به بکینگ فیلد کیورد به ما امکان میدهد که به بکینگ فیلد پراپرتی اکسس گرفته توانیم. چخیل مثلا فرض میکنیم در ما کلاس امپلوی موجود می باشد که دارای پراپرتی نیم و ایج می باشد و اکنون به ما لازم آید که یگان اپلیکیشن یگان ولیدیشن و یگان کامپیوتیشن رو در همان پراپرتی سازیم به ما لازم است که در ستر یگان لوگیک خودمان رو اپلای نماییم و برای این به ما ساختنی اکسترا فیلد یاری میرساند به مانند نیم و برای من نیم رو ولیداسیون کردن به من فیلد نیم لازم شده استفاده است و اکنون باشد به مثال ایج می‌نگریم. اکنون مثال ایج بینیم من تنها کیورد فیلد استفاده بوده عملهای خود را اجرا نموده استفاده‌ام. یعنی که همه آن پراپرتی هایی که ما می‌سازیم در لو لیول سی شارپ برای همون پراپرتی ها بکینگ فیلد ساخته می شود و اکنون با کیورد فیلد من به همون بکینگ فیلد پراپرتی اکسس گرفته استفاده‌ام. اوکی. نیو لاک آبجکت برای سینکرونیزاسیون رو آسان‌تر و سیفر نگاه داشتن در مولتی ثریدینگ انوایرمنت به ما سی شارپ 13 تیپی لاک رو پیشنهاد نمود. پرابلم اینه من به کانتر موجود که کانتر دارای متد های اینکریمنت و گت کانت می باشد. متد اینکریمنت فیلد کانت یک تا زیاد کرده است و گت کانت باشد به من رزولت میدهد. اکنون من کانتر ساختم، اینستنس کانتر رو ساختم و با واسطه پارالل فور 1000 مرتبه کانتر رو اینکریمنت کرده استفاده‌ام. اکنون من از اینستنس کانت گت کانت گویم اگر به من رزولت 765 رو داد لیکن اکسپکتد 1000 بود. سببش چی که میدوند؟ Aha. Aha, okey. درست درست کنید چون که پارالل فور در یک چند ثرد ها از اینستنس کانت متد اینکریمنت رو جغ زده یک چند ثرد در یک وقت فیلد کانت به اکسس گرفته است. مثلا ثرد A و B در یک وقت به متد کانت اکسس گرفت. در همون وقت مثلا گوییم که ولیوی کانت 10 بود. متد A هم کانت یک زیاد کرد 11 شد. ثرد A کانت یک زیاد کرد 11 شد. ثرد B هم کانت یک زیاد کرد 11 شد. و در نتیجه رزولت اینکانسیستنت میشد. اکسپکتد رزولت گرفته نمیتونیم. همین وقت به ما کانتر نمای همیشه
وای میکنیم که ما به تیپی لوک از طرف سی شارپ 13 دیزاین کرده شد برای همه سیناری ها. تیپی لوک یعنی که در یک چند مولتی تاسکینگ مولتی سلیدینگ و اگر یک چند سلید به یک چیز به یک ریسورس اکسس گیرد، اگر وقتی که ما تیپی لوک متد اینترسکوپ یعنی که در اینجا متد اینترسکوپ سکوپ میسازد که در یک وقت این به ما امکان میدهد که در یک وقت همون ریسورسی ما فقط یک سلید اکسس گرفته تمام و خلاص. همین حالت انده ما به ایران خیلی پرابلم نمیشد. تیپی لوک پیش از این تیپی لوک ما object رو استفاده می بودیم که با کیورد لوک object رو لوک می نبودیم که این کیورد یک چند خیلی restriction ها داشت. مثلا اگر دانیتون لوک فقط reference type entity یا reference type object های لوک کرده میتونست خلاص. و در این تیپی لوک باشد اکنون ما کانکریت تیپ موجود که این در آینده در گاربیج کالکتور و کامپایلر تست ریکگنایز کرده میتواند و متد اینترسکوپ باشد یک سکوپ میسازد که این از سکوپ استراک ساخته شدگی و دیسپوزبل می باشد و کیورد یوزینگ باشد. پس از خاتمه یافتن همین سکوپ با طرز اتوماتیکی دیسپوز می نماید و از پیشتر لوک object پرفورمنسش تست می باشد. و اکنون وقتی که ما کانتور خود را چون اول حساب می نماییم رزولت اکسپکتد رو می گیریم. در اینجا در این حالت همش خوب کار می کند و در یک وقت با کانت تنها یک سلید اینکریمنت کرده داده است. اوکی. و ناگونی نابطی اوید به پارشل پروپرتی ها می باشد. اکنون چخیلی که می دانیم پیش از سی شارپ 13 ما فقط لیمیتیشن داشتیم با ساختن فقط تنها پارشل میتد ها بود. ما میتد ها رو پارشل میتونستیم و خلاص. و اکنون باشد ما نه فقط پروپرتی و بلکه ایندکس رو نیز پارشل ساخته میتونیم. چخیلی که میبینید در کلاسی لایبرری من پروپرتی نیم همچون پارشل دیفاین کردم و ایندکس رو نیز همچون پارشل دیفاین کردم. این به ما امکان میدهد که من در دیگر فایل کلاسی خودم پروپرتی و ایندکس راش که من دیفاین کرده میمونم در دیگر جا باشد ایمپلمنتاسیون مینویسم و این ما امکان میدهد که کدام با کلین با ایزی تو منیج کرده استفاده برم. و چخیلی که میدونید بالا با من پروپرتی ایندکس رو دیفاین کرده موندم و ایمپلمنتیشنش دیگه فیچی به من ممکن وای که دوستم. نه چخیلی که دوستان پارشل اکنون برای پروپرتی ها و ایندکس ها نیز کار میکند. و درباره اتریبوت overload resolution priority یعنی که وقتی که در ما یک چند متد ها با یک نام و پارامترهای به همدیگر مانند موجود می باشد و اکنون به ما همه کش شود که همه چیز لازم آید که من با کامپایلر گفته میتونم که کدام متد استفاده بر. مثلا ما به دو تا ست یک متد باشد by default کامپایلر همون متدی که به متدی کال شده که با همون آرگومنت داده شده موافق می آید جر میزند و اکنون باشد من همین priority of method update کرده میتونم. مثلا چخیلی که میبینید من به دو تا متد پرینت موجود. یکم متد انده متد پرینت string قبول میکند. دوم متد انده باشد read only span of char و در من دو تا متد sum موجود که یکم متد انده دو تا آرگومنت اینتجر قبول میکند و دوم متد params array of int قبول میکند. و اکنون اوکی من متد پرینت جرزنم من متد پرینت hello world تکستش درستم. این
این چیز رزولتت این طرق متدی یک کال میکنه دو رزولتتش printing string hello world و اگر من متدی سامی جغزنمو وای به آرگومنتوی دایو 20 تیم اگر این ما به سیسده جواب داداش چونکی متدی سامی یک کمانده این x و y که جمع کرده داوا زرزه دوست همش چطوری کار کرده این کامپایلر by default متد های موافقه یافته خودش کار میکند و اکنون باز من به همه کیس شده است که من کیس شد که من وقتی پرینت جغزدگی به متد یکم نه متد دوم کامپایلر کال کند گفتنی باشم چونکی اکنون همه کیس شدنش ممکن که من existing متد من سوسترو متد نوی من تستر کار کردنش ممکن همین حالتند من همه گفتنی باشم اکنون در سی شارپ 13 overload resolution priority attribute دیزاین شد برای متد های overload کردن پرایوریتیش overload کردن به اکنون by default برای همه متد ها priority 0 حساب میشد و اکنون وقتی که من متدی خودم خواسته رو پرایوریتیش بلند میکنم کامپایلر خودش با طرز اتوماتیکی مییابد که کدام متد کدام پرایوریتی اندیز است وقتی که اکنون من همین متد ها رو جغ زده مثلا print hello world جغ زدم این اوجه متد یکم نه متد دوم کار میکنه و وقتی که من سوم دایو 20 سوم متد جغ زده و به آرگومنت های دا و 20 تیم این اوجه متد یکمی سام نیو متد دومی سام جغ میزنم چونکه من این متد پرایوریتیشون بلند برداشتم با اتلو اوکی همین دمو اگزمپلایی که من از به شما نشون دادم همین رپوزیتوری اینجا موجود شما میتونید گلیتون استفاده بدید پرزنتاسی هم همین رپوزیتوری اینجا موجود برای اینو استفاده بدن شما به دات نت نو لازم میباشد از همین لینک گرفته میتونید تشکر با سنجر رحمت گفتم میخواهیم برای شناسایی فیچر یا امکانیت فункціоналі نوی سی شارپ 13 و دات نت نو و یک چند تا سوال ها آماده استادند من میخواهم آنها رو خوانم آخرین بار کدام فیچر اساسی رو شما یعنی که کار کردید با استفاده زبانی سی شارپ و مشکلی آن رو گویید آخرین بار با سی شارپ 13 میگه که اگر سی شارپ 13 کدی باشد که اکتوال که میشه چونکه درباره سی شارپ ما گفتیم پروژه‌ای که حاضر شما کار کرده استودید آیا سی شارپ 13 امکانیاتش رو استفاده بردید یا نه خیلی که میدونیم دات نت نو خودش 12 نوامبر ریلیز شد حالا امکان شده است که همه فیچر های سی شارپ 13 استفاده برده توانیم ما حالا دات نت نو بیام آپدیت کردیم ما نه وقتمون شدگیش نه گویم که موما هنگام دیولپ کردن یکم فیچر من با استفاده از زبان سی شارپ یکم خیلی مشکلی حس نمیکنم رحمت با جواب و دیگر سوال با زبانی оригинал руси на систему میخونم و ترجمه کردن ممکن. Как вы посоветуете адаптировать существующий сложный линк запроса старых проектов под новые возможности C# 13, чтобы получить максимальную пользу от улучшения производительности и читаемости кода? Yani читаур мо метавоним линк дархостoi ки дар проект как забони C# дөнзда масалан, навиште шудас онҳо ро ба забони C# 13 рефактор кунем. Хеле рефактор кунем ки, яъне ки ба производительность, performance, яъне ки таъсир расонад. Акнун ҳозир ман инҷанде сете методи нави линка овардам ки ино count by group aggregate by va index буд. ин фақат specific
کیس رو به کال میکند اگر مثلا ما از اینجا سه تا کیس نشان دادم که همون حالتون ده استفاده بلیتون اگر خلای میباشد. اکنون این وابسته است سیناریوی شما میباشد و گوییم که شما ده یگان کالکشن با یک چند خیلی متد های لینک و فیلتر کردستون و با یگان خیلی اپلیکیشن های اجرا کردستون و کنکریتلی یگان سیناریو دیده بلندن ممکن. رحمت. و سوالی آخران از بس که وقت ما محدود است ما همه سوال های داده نمیتوانیم. اویدی پریوریتت ها اگر همین گونه متد های پریوریتتشان بالانس زیاد شوند با کامپیلاتور یافتن متد موافق مشکل تر نمی شود یا اینکه کامپیلاتور اول متد های موافق را جدا کرده بعد با پریوریتت آنها نگاه میکند. نه با کامپیلاتور همیشه کار میکند که by default همه اون متد هایی که ما می‌نویسیم و پریوریتتش نول by default وقتی که ما به یک متد پریوریتت بالانس رو می‌مونیم مثلا یک یا دو و به همین نگاه کرده و کامپیلاتور همون متد by default افضل‌تر می‌داند. مثلا من همون دو تا متدام هست و اگر من یگان خیلی همون کنکریتلی تیپی آرگومنت پاس نکنم اگر همون وقتانده همون متدی که من پرایوریتیش بالانس موندگی همون متد بای دیفالت جزده میشد. کامپیلاتور و خودش پیش از کامپایل کرده همون سی شارپ کد جدا کرده میگنه. رحمت سنجر با جواب مفصل. اکنون وقتی انتخابی سوالی بهترین آمد. از سه تا سوال شما باید یکی از آنها را انتخاب کنید که ما با صاحب سوال تحفه یعنی که خودرمون سپاریم. که همه سوال ها نقص بود. همه سوال یکم معقول شد. اویدی یگان مشکل های کدام مشکلی یعنی که شما این سوال رو خوندم. سردار عبدونظرов. Математик. Мора Гошат.